هیچ ایرانی نیست که این اپلیکیشن رو نشناسه. اسمش دیوار رایگان هم هست. کارمزدم از معاملات دریافت نمیکنه. پس با چی میچرخه؟ با این چیزی که میبینی. ولی نردبون جواب سوال من نیست، خود سوال منه. ببین، دیوار اگه میخواستم نمیتونست از معاملات کارمزد بگیره، چون معامله اصلا توی دیوار انجام نمیشه، توی کوچه ای دم در به صورت پول نقد. و 3 ثانیه میتونستیم دیوار رو دور بزنیم و یه جای دیگه معامله رو انجام بدیم. پس روی چیزی که نمیتونه کنترلش کنه هیچ وقت شرط نبسته، عوض شرط رو بسته رو چیزی که دقیقاً دستشه و از همونجا پول در میاره. اینکه آگهی تو کجای لیست دیده بشه، دقیقاً این گوگل که نتایج رو رتبه بندی میکنه. و اینجا دقیقاً اون جاییه که رایگان بودن معنا پیدا میکنه. وقتی همه میتونن آگهی بذارن، اونم به رایگان، یعنی که 10 دقیقه‌ای آگهی تو میره ته لیست. اینجاست که نردبون از یه دونه انتخاب تبدیل به یه اجبار میشه. پس رایگان بودن برای دیوار یه دونه خرج رو دست دیوار نیست، در واقع کارخونه تولید نردبونه براش. و اینم باید در نظر بگیریم که پول دیوار از من و شما در نمیاد. سالی یه بار شاید چیزی آگهی بکنیم یا آگهی رو ببینیم، پس اونقدر سودی واسش نداریم. سود اصلی از نمایشگاه و مشاور املاک در میاد که دیوار صرفا براش یه محل آگهی دادن نیست، ویترین مغازش محسوب میشه. و من و شما هم اون شلوغی هستیم که داریم به اون ویترین معنا و ارزش میدیم. حالا بیا برگردیم به اون سوال اول. دیوار با چی میچرخه؟ با آگهی رایگان من و شما. من شروینم و دنیای کسب و کارها پر از نکات جالبیه که من اینجا هر روز در موردشون صحبت میکنم. لایک و فالو.